بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در ادامه بحث، چون در بحث گذشته بیشتر دلائل عقلی بر اثبات توحید بود و دلائل هم دلائل اعترافی بودند، علی سبیل الاعتراف من الخصم بود. حال در این قسمت الله تعالی می فرماید که کسی که غیر از خدای تعالی را دیگران را عبادت کند، دیگران را پرستش بکند، نتیجه و عاقبتش چی خواهد شد؟ قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. این استبعاد اول هست، یعنی این چیز بعید هست، بدور از انصاف است. اینکه آیا ما بخوانیم بغیر از الله ما لا ینفعنا، اون خدایانی، اون معبودانی که هیچ نفعی برای ما ندارد خواندن اونها، ولا یضرنا، و هیچ ضرری برای ما ندارد ترک عبادت اونها، نخواندن اونها. و نرد علی اعقابنا، و ما با این کار آیا برگردیم به پشت پا؟ ای نرجع الی الشرک. جلالین، آیا شما میخواهید که ما به شرک برگردیم؟ بعد اذ هدانا الله، بعد از این که ما را خدا هدایت کرد، توحید را به ما داد، بعد از این برگردیم؟ کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران. مثال این انسان مثل اون کسی میماند که استهوته الشیاطین، شیاطین او را دیوانه کردند. فی الارض حیران، در زمین سرگردان است. بعضی وقتا انسانهایی هستند که دچار شیطان زدگی و جن زدگی می شوند و اونها یه جای افتادند، از خود بی خود، از خود بی خبر، هر که صدایشون بکنه حتی نمی فهمند من دارن صدا می کنند. لذا این کسی که جن زدگی و شیطان زدگی دارد، رفقایش را صدا میکنن فلان بیا به طرف ما، این نمیدونه، متوجه نیست. لذا کسی که به شرک برگردد مثل همون دیوانه میماند که پیغمبر خدا، داعی توحید، داعی حق، او را صدا میکند بیا به سوی توحید، بیا به سوی حق، اصلا متوجه نیست اینا چی میگند. لذا الله می فرماید له اصحاب یدعونه الی الهدى ائتنا، برای اون کسی که دیوانه شده یاران و دوستانی هست که میخوانند او را به سوی هدایت که بیا به سوی ما، اما اون متوجه نیست، نمیره. قل ان هدى الله هو الهدى، اعلام بفرما همانا هدایت الهی اوست، هدایت حقیقی، یعنی مذهب توحیدی. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما دستور داریم، ما امر شدیم که در مقابل رب العالمین تسلیم بشیم، و همچنین دستور داده شدیم که ان اقیموا الصلاة، نماز را برپا بدارید، واتقوا، و از خدا بترسید، از شرک بترسید. و هو الذی الیه تحشرون، این علت است. چرا از خدا بترس؟ چون که الله اون ذاتی هست که الیه تحشرون، به سوی او شما همه جمع می شوید، حشر می شوید.
و باز دلیل دیگری بر اثبات توحید. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق، الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را برای اظهار حق. بالحق للحق، بخاطر اظهار حق. و یوم یقول کن فیکون، روزی که اون رب دستور بده کن، هر چیز را دستور بده که به وجود بیاد، فیکون به وجود میاد. قوله الحق، قول اون پروردگار حق است. هر چی که او وعده میکند اون وعدهش حق است. وله الملک، پادشاهی اختیارات هم مال اوست. یوم ینفخ فی الصور، وله الملک یوم ینفخ فی الصور یعنی مالک یوم الدین، روزی که در صور دمیده میشه مالکیت، پادشاهی، اختیار مال اوست. عالم الغیب و الشهاده، اون ذات داننده غیب و شهادت است. اون چیزی که غایب است از چشمها، اون چیزی که ما میبینیم. و هو الحکیم الخبیر، و اون ذات از هر چیز بر هر چیز خبر دارد و در هر کارش حکمت است. الحکیم فی امره و قضائه، در امر و قضا و فیصله‌ای که میکند حکمت را در نظر دارد و از هر خبر دارد، از هر مسئله اطلاع دارد. این صفات خدا هستند. این صفات مقتضی اینند، بیانگر اینند که انسان عابد، انسان عبادت گزار فقط خدا را عبادت کند، چون این صفات را کسی دیگه ندارد که از احوال من خبر داشته باشد و بر همه اعمال من بینا باشد. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، اینجا دلیل نقلی از ابراهیم علیه السلام. ببینید همین دعوت توحید و همین دعوت به سوی یکتاپرستی و رد شرک که قرآن مطرح می کند، ابراهیم همینو مطرح کرد. اگر هر کس از شما ابراهیمی هست، چه قریش مکه که ادعا می کردن، چه یهود، چه نصارا، بیاید بر مسیر ابراهیم. ببینید ابراهیم توحید را تبلیغ کرد. وقتی که گفت ابراهیم به پدرش آزر، به پدرش آزر، آزر بعضی میگوین نام پدر ابراهیم بود، بعضی میگوین نه، آزر لقب پدر ابراهیم بود. اصل آزر اسم و صنم تو تمام لغت ها نوشته. آزر نام یک بتی بود، نام یک بتی بود، اما چون سازنده اون بت، فروشنده اون بت، یا به تعبیر امروزی صاحب امتیاز اون آزر بود، کل اون به دست این بود، هم می ساخت هم می فروخت، لذا این را به نام اون بت تبرکان ملقب کردند. بعضی اینجا مضاف مقدر کردند، آزر ای عابد و آزر، عبادت کننده آزر، آزر را عبادت می کرد. بعضی گفتن که به هر حال این لقبش بود، اسمش طارح هست، اسم پدر ابراهیم طارح هست. بعضی دیگه معتقدند که آزر پدرش نبود، آزر عمویش بود. عمو را در قرآن مجازاً پدر گفته. چرا عمو؟ میخواهند یک مسئله را ثابت کنند. اون مسئله اینه که ما انشاءالله در سوره شعراء میخوانیم که و تقلبک فی الساجدین. اصلش اینه که یک گروهی معتقد است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اصلا در نسلش، در پشتش هیچ مشرکی وجود ندارد،
نه پدر پیغمبر، نه جد پیغمبر، نه جد بالاتر، همه اینها اهل توحید و اهل شرک بودند. تا آخر نسل پیغمبر هیچ شرک نبوده. خب اونها را وقتی سوال میکنیم میگیم که خب نسل پیغمبر هیچ مشرکی وجود نداشته، خب پدر و جد و اینها را خدا بهتر میدوند، در قرآن و سنت چیزی نیامده، سکوت. اما وقتی که به ابراهیم میرسیم، خب پیغمبر از اولاد ابراهیم است، فرزند اسماعیل، اسماعیل فرزند ابراهیم، ابراهیم فرزند آزر. پس ببین در نسلش مشرکی آمد، همین آزر خودش به تصریح قرآن مشرکه. اینجا اینا توجیه میکنند، میگویند که پدرش نبوده، پدرش طارح بوده، آزر عمویش هست. به چه دلیل؟ چرا این کار را میخوان بکنند؟ اون آیه و تقلبک فی الساجدین، یعنی گشتن تو ای پیغمبر در میان ساجدین و قرار گرفتن تو در میان ساجدین. اونها میگن قرار گرفتن تو در میان ساجدین، ساجدین یعنی موحدین، تو ای پیغمبر در میان اونها یعنی در نسل اونها قرار گرفتی. نسل تو، آبا و اجداد تو همه موحد، همه ساجد. خب این آیه را نیازی نیست به این صورت تفسیر بکنیم. این تفسیر راجح و تفسیر درستی نیست که بگیم نسل تو همه ساجدین، بلکه قرار گرفتن تو در میان ساجدین. منظور از ساجدین صحابه هستند. منظور از سجده نماز شب و نماز تهجد است که رسول الله صلی الله علیه وسلم شب به مسجد النبی میرفت، همه در حال قیام و رکوع و سجده و قیام اللیل بودند. رسول الله هم میرفت و صحابه را میدید، تماشا میکرد، لذت میبرد، نماز میخواند، خودش هم نماز تهجد میخواند. اون صحنه را الله تعالی فرموده و تقلبک فی الساجدین، قرار گرفتن و گشتن شما در میان ساجدین. پس لازم نیست که ما اصلا ثابت کنیم که جد پیغمبر هیچ کسی مشرک نبوده. آزر پدر ابراهیم از قرآن میگه ابی، پدر. ما چه زمانی به طرف معنای مجازی میرویم؟ شما این اصل را خواندید، زمانی که عمل کردن به معنای حقیقی ممکن نباشد، مشکل باشد. الان اینجا ابیه معنای حقیقی، معنای پدر گرفتن چه مشکلی دارد؟ مشکلی ندارد. چه نیازی هست ما به طرف معنای مجازی بریم بگیم مراد از ابیه اینجا عمو هست؟ نه خیر. آزر چه نامش هست چه لقبش هست، پدر ابراهیم از قرآن میگه. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهة. ابراهیم به پدرش آزر گفت ای پدر آیا تو بتها را به عنوان معبود گرفتی؟ انی اراک و قومک، من تو را و قومت را میبینم فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار هستی. به هر حال ابراهیم دعوت داد. دعوت ابراهیم را میخوانیم انشاءالله در سوره مبارکه مریم. یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لما تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك. اما وقتی که میخواست پدر را و قوم را بفهماند، تفهیم کند ابراهیم علیه السلام چگونه از دلیل اونها استفاده کرد، از عقاید اونها استفاده کرد در رد اونها. چطور؟ اولا و کذالک کاف لبیان الکمال است، یعنی از کمال ما هست. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. الله می فرماید که از کمال هست که ما نشان دادیم یا نشان می دهیم به ابراهیم عجائب آسمان ها و زمین را. ولیکون من الموقنین، لام لام عاقبت است. عاقبت این میشه که اون از یقین کنندگان است. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا.
الله می فرماید وقتی که شب پوشش داد، شب پوشش داد یعنی هوا تاریک شد، ابتدا ابراهیم یک ستاره دید، قال هذا ربی، این رب من هست. فلما افل، زمانی که آن ستاره افول کرد، غروب کرد، قال لا احب الافلین، من دوست ندارم غروب کنندگان را، اون خدایی که بیاد و بره، لذا اون خدا نمیتونه خدا باشه. ببینید ابراهیم علیه السلام به عنوان مناظر و به عنوان اینکه قوم را تفهیم بکند اینها را گفت. این نیست که العیاذ بالله بگیم ابراهیم اول نمیدانست، بعضی میگن دنبال خدا میگشت، هر چی را میدید میگه خدای من، آخر به خدا رسید. نه، قبل از این شما خواندید که ما به ابراهیم عجایب آسمان ها و زمین را نشان دادیم. ابراهیم یقینش از قبل ایمانش کامل بود. اینها را به عنوان مناظره با قوم و تفهیم قوم ابراهیم بر اساس دیدگاه اونها داره صحبت میکنه و استدلال میگیرد. فلما رأى القمر بازغا، زمانی دید ماه را که بازغا یعنی طالعا، طلوع کرده، ماه در آمده، قال هذا ربی، این رب من است. فلما افل، وقتی که اونم افول کرد، اونم غروب کرد، قال لئن لم یهدنی ربی، اگر رب من مرا هدایت نمی کرد، لأکونن من القوم الضالین، منم از گمراهان می شدم. الضالین عن سبیل الهدى، اونی که از راه هدایت گمراه شده. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. سومی، وقتی که خورشید را دید گفت این رب من است، این بزرگتر است. فلما افلت، زمانی که این هم غروب کرد، خورشید رفت ناپدید شد، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. قوم را میخواست متوجه کنه که اینا مظهر قدرت خدا هستند. خدا در غیب هست، لذا شما اینهایی که افول و غروب میکنند، اینهایی که محتاج هستند برای غروب خودشان، برای طلوع خودشان، از اینها استمداد نکنید. من از شرک شما بیزارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، همانا من متوجه کردم چهره‌ام را، ذاتم را، برای آن ذاتی که خلق فرمود، آفرید آسمان ها و زمین را، در حالی که حنیفا یکسو هستم. و ما انا من المشرکین، معنی حنیف گفتیم یعنی و ما انا من المشرکین. هر جا شما حنیف را میخوانید و ما کان من المشرکین ولم یک من المشرکین و ما انا من المشرکین، حنیف همینه که مشرک نباشد. بله. و حاجه قومه، بعد از اینکه ابراهیم توحید را بیان کرد، ابتدا به سوی قوم و به سوی استدلالات قوم رفت تا قوم را متوجه کند. وقتی که قوم متوجه شد، توحید را آشکارا بیان کرد. الان قوم با او بحث کرد. و حاجه قومه، جدل کرد، محاجه کرد، بحث کرد با او. ابراهیم گفت قال اتحاجونی فی الله وقد هدان، آیا شما با من بحث میکنید درباره توحید خدا در حالی که خدا منو هدایت کرده؟ چقدر ناانصافی هست که شما از خدا نمی ترسید. چطور من بترسم از خدایان باطل شما، اونایی که هیچ قدرتی ندارند، اونایی که پوشالی اند، اونایی که هیچی در اختیارشون نیست، من از اونا بترسم؟ شما از اون خدایی که تمام قدرت را دارن نمی ترسید؟
لذا ابراهیم میگه ولا اخاف ما تشركون به، من نمیترسم از آن معبودانی که شما شریک خدا قرار میدهید، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر رب من چیزی بخواهد. بیان قدرت رب است، یعنی اگر رب بخواد به من ضرر برسانه ضرر میرسانه، اونا نمیتونند. وسع ربی کل شیء علما، رب من هر چیز را از نظر علمی احاطه کرده، در بر گرفته. افلا تتذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ پند حاصل نمی کنید؟ و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم، چگونه من بترسم از آن معبودانی که شما شریک قرار دادید آنان را، در حالی که ولا تخافون، شما نمی ترسید، انکم اشرکتم بالله، این که شما شریک قرار دادید به خدا، ما لم ینزل به علیکم سلطانا، آن معبودان، آن خدایانی که لم ینزل، نازل نشده بر شما هیچ دلیلی، یعنی برای معبودیت اونها شما هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارید، شما اونها را معبود خود قرار دادید، شما از خدا نمی ترسید در این رابطه؟ فأی الفریقین احق بالامن، از من و شما، از ما موحدین و شما مشرکین، کدوم گروه سزاوارتر است به امنیت که هیچ آسیبی به او نرسد؟ اگر شما میدانید الذین آمنوا، خداوند میفرماید امنیت برای چه کسی است؟ بعضی گفتن این ادخال الهی هست. این چیه؟ ادخال الهی. ادخال الهی به این معنی که ابراهیم علیه السلام فرمود از این دو گروه کدام گروه بر امن هست؟ حال خدای عزوجل بیان می فرماید که اونی که مشرک است او امنیت ندارد، اونی که موحد است امنیت دارد. یا اینکه این هم ادامه کلام و سخن ابراهیم علیه السلام است. الله می فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، آنانی که ایمان آوردند و خلط نکردند ایمانشان را با ظلم، به ظلم یعنی با شرک. ان الشرک لظلم عظیم. از همین آیه صحابه پریشان شدن، گفته یا رسول الله اینا لم یظلم، کی هست که ظلم نکرده؟ بعد رسول الله فرمود این ظلم شرک است که در کلام لقمان هست، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پس ایمانشان را با شرک خلط نکردند، قاطی نکردند. اولئک لهم الامن، امن برای اینها هست، و هم مهتدون، و اینها هدایت یافته هستند. در دنیا اینا اهل هدایتند، در آخرت که اهل جنت میشند. پس امنیت برای کسی است که شرک نکند. و تلک حجتنا، ببین اینا دلائل بودن. الله می فرماید این دلائل را ما به ابراهیم دادیم. و تلک حجتنا اشاره به دلائل توحیدیه گذشته است. الله می فرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این حجت ماست، دلائل ماست که ما دادیم به ابراهیم بر قومش. نرفع درجات من نشاء، ما بلند میکنیم درجات کسی را که بخواهیم، هم علما هم عملا درجه ما میدیم. ان ربک حکیم علیم، بدون شک پروردگار تو در همه کارهایش حکمت است و داننده همه چیز است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب. الان ببینید خداوند چه نعمتهایی به ابراهیم داد. بالاترین نعمت فرزند صالح است، اونم فرزندی که اینها پیغمبر بودند. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، الله می فرماید ما به او بخشیدیم اسحاق و یعقوب را. کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل. ببینید اینجا چند تا پیغمبر را یک جا با هم ذکر کرده. مفسرین بالخصوص
شیخ ما رحمه الله میفرمود که این پیغمبران با هم دیگه تناسب دارن، کیف متفق نیست. این 3-4 تا پیغمبر با هم تناسب دارن، 3-4 تا بعدی با هم تناسب دارن، 3-4 تا بعدی با هم تناسب دارن. اینا تناسبشون چیه؟ اینجا یکی ابراهیم ذکر شده، یکی اسحاق، یکی یعقوب، یکی نوح. اینا همه اصول انبیا هستند. بقیه همه انبیا از اولاد اینها هستند. پس اینها اصول الانبیا، ابو الانبیا، آباء الانبیا هستند. الله می فرماید کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل، هر یک از اینها را ما هدایت کردیم و نوح را قبل از اینها. پس این 4 تا اصول انبیا. 4 تا دیگه ذکر میشه. و من ذریته، 4 تا دیگه نه، 6 تا دیگه. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. از اولاد او هست داوود. از اولاد کی؟ از اولاد نوح، چون اینا اولاد ابراهیم هستند، اما بعضی ها اولاد ابراهیم نیستند. مثلا لوط برادرزادهش هست، خب میشه بگیم که برادرزاده هم فرزند از اولاد ابراهیمه، اما یونس نیست، از اولاد نیست، اما از اولاد نوح هست. به این خاطر و من ذریته مرجع ضمیر نوح قرار دادن. اما اینجا 6 تا پیغمبر ذکر شده، هر 2 تا با هم. خصوصیت داود و سلیمان چی بود؟ این هر 2 پادشاه بودند. خصوصیت ایوب و یوسف چیه؟ این هر 2 پیغمبر وجه مشترکشون اینه که خیلی مصیبت دیدن در دنیا، خیلی روزهای سخت دیدن. خصوصیت موسی و هارون خود مشخصه، برادر هم بودن، صاحب معجزات بزرگ بودن. لذا الله می فرماید و من ذریته، از اولاد نوح هست داوود و سلیمان، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف، ایوب و یوسف علیهم السلام و موسی و هارون، و همچنین موسی و هارون که صاحب معجزات بزرگ بودند. و کذالک نجزی المحسنین. الله می فرماید این گونه ما پاداش می دهیم مخلصین را. اینا همه مخلصینند، انبیاء خدا همه مخلصین. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. این 4 پیغمبر را ذکر کرده. این 4 تا خصوصیتی دارن که قرآن خودش گفته کل من الصالحین. این هر 4 پیغمبر وجه اشتراکشون عبادت است. اینها در عابد بودن خیلی معروفند. این 4 تا در چی معروفند؟ عابد بودن. لذا الله می فرماید زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، هر یک از اینها از صالحین بود. 4 تا دیگه و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. اسماعیل که جد رسول الله است. حضرت یسع، درباره یسع بقیه انبیا را شما در قرآن خواندید، معروفتر هستند، اما یسع، حضرت یسع میگویند از اولاد افرایم بن یوسف بن یعقوب علیه السلام بود. بعد از 3 پشت به افرایم میرسد و بعد از 4 پشت به یوسف میرسد. اما ایشون در زمان الیاس پیغمبر بود و ایشون جانشین حضرت الیاس شد. والله اعلم، اطلاعات زیادی درباره یسع نیست، همین قدر. اما خصوصیت و ویژگی این 4 پیغمبر چیه؟ این هر 4 تا دینشون دارای شهرت زیاد نیست، معروف نیستند. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. اسماعیل و یسع و یونس و لوط پیغمبر. و کلا فضلنا علی العالمین، هر یک از آنها را ما فضیلت دادیم بر عالمیان. بنسبت بالنبوة، به وسیله نبوت اینها بر جهانیان فضیلت دارند.
خب اینها پیغمبران، 17 تا پیغمبر اینجا ذکر شدند بعد از ابراهیم. الله می فرماید و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم واجتبیناهم و هدیناهم، همچنین از پدرانشان، از اولادشان، از برادرانشان. واجتبیناهم ما برگزیدیم، یعنی به عنوان پیغمبر. غیر از این پیغمبران دیگه پیغمبرانی هم هستند که اینجا در قرآن تعریف نشدن، حتی نامشان هم ذکر نشده. و هدیناهم الی صراط مستقیم، آنها را به صراط مستقیم راهنمایی کردیم و برای ملت هدایت و داعی قرار دادیم. ذالک هدی الله، ببین هدایت اینه، یعنی بر روش انبیا بودن، بر روش پیغمبران بودن. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده، الله به وسیله این هدایت می کند کسی را که بخواد از بندگانش. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون، اینجا خدای عزوجل می فرماید اگر باز هم اینا شرک کنند تمام اعمالشون برباد میشه. باید بر مسلک انبیا باشند. حال انبیا، صداقت پیغمبران. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة، این پیامبرانی هستند که ما به اونها کتاب دادیم. الف لام کتاب جنس است، من جنس کتب مراد است. و به آنها حکم دادیم، به آنها نبوت دادیم. حکم یا فهم کتاب یا حکومت بعضی ها. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، ببخشید این بحث پیامبران نیست، بحث پیامبران آمد تمام شد. حال خدای عزوجل روی سخن به سوی اهل مکه قرار میدهد. این پیامبران کسانی هستند که ما به اونها کتاب و حکم نبوت دادیم، اما الان اهل مکه فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، به این پیامبران، به این آیات، به این نبوت ها اگر کفر بکنند اهل مکه، فقد وکلنا بها قوما، ما الله تعالی می فرماید که این کار را می سپاریم به قومی که لیسو بها بکافرین، اونها نسبت به این انبیا، نسبت به آیات، نسبت به نبوت انکار نکنند. این قوم چی هست؟ ببین اهل مکه استقبال نکرد. سوره مکی هست. منظور اونطوری که علامه آلوسی در روح المانی گفته، منظور صحابه پیامبر، مهاجرین و انصار مدینه هستند. یعنی شما قریشی ها، ابو جهل و ابو لهب، عتبه و شیبه اگر انکار میکند، ما یک قوم دیگه در نظر گرفتیم که اونها کفر نمی کنند، اونها تسلیم میشن. قال ابن عباس و مجاهد هم الانصار، این قوم دیگه کی هست؟ انصاری ها و اهل مدینه هستند. هم الانصار و اهل المدینه. و قیل اصحاب النبی مطلقا، بعضی گفتن مطلقا اصحاب رسول الله مراد هستند. اولئک الذین هدی الله، این پیامبران کسانی هستند که خدا اونها را هدایت کرده. هدی الله اصلش هست هداهم الله، هم اینجا مقدر است، اینا را خدا هدایت کرده. فبهداه مقتده، به هدایت اونها اقتدا کن ای پیغمبر. هدایت این پیامبران چی است؟ چند چیز هستند. یک، شرک محبط للعمل كالردة والعیاذ بالله، شرک عمل را از بین میبرد. دو، فضل الكتاب الكریم و سنت النبویه. ببخشید اینها، از همه اینها، از این آیات اون چی که برداشت هست اینه که اولا الله تعالی فرمود لحبط عنهم ما كانوا یعملون. از این آیات اون چیزی که ما استنباط میکنیم، هدایت آیات و استنباطات
آیات را برشمرده است حضرت عبدالله بن عباس. لذا اولین چیزیه که شرک اعمال انسان را از بین میبرد، حبط میکند. لحبط عنهم ما كانوا یعملون. دوم اینه که خداوند فضل کتاب الله، قرآن مجید و سنت نبوی را ذکر فرمود. آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة. سوم این که بر رسول الله اقتدا واجب است، از این آیه معلوم میشه. و چهارم این که اجرت گرفتن بر تبلیغ درست نیست. پیغمبر را الله تعالی میفرماید که شما اجر نمیگیرید، شما پاداش نمیگیرید. قل لا اسألكم علیه اجرا. و پنجم این که ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن پند هست، تذکر هست. قرآن بهترین پند دهنده هست. لذا الله میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا. اعلام بکن من بر این تبلیغ هیچ اجری از شما نمیگیرم. ان هو الا ذکر للعالمین. این نیست مگر پندی برای همه عالمیان قرآن. اما زجر بر مشرکین که مشرکین بجای قبول کردن نه حق خدا را میشناسن نه حق رسول الله را، حتی احترام هم نمیگذارن به خدا. و ما قدر الله حق قدره. آنان خدا را ندانستند، حق خدا را ندانستند، حق قدر. ابن عباس گفته ما عظم الله حق تعظیمه، حق عظمته. اونها حق عظمت خدا را ندانستند. چرا؟ چون که می گفتن که خداوند بر هیچ پیغمبری، بر هیچ بشری وحی نیاورده. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء. زمانی که گفتند آنها خداوند نازل نکرده بر هیچ بشری هیچ چیزی. ببینید در ادامه هست خدا می فرماید که خداوند به موسی تورات داد که شما تورات را ورق ورق کردید، به بعضی ورقها عمل کردید، بعضی را انداختید. یعنی بعضی آیاتش را عمل میکنید، بعضی آیاتش را عمل نمی کنید. بنابراین بعضی گفتند که این زجر و توبیخ بر یهود است، چون این کار را کی میکردند؟ یهود بودند که تورات را تکه تکه میکردند، به بخشی از تورات که با اونها مشکل نداشتند عمل میکردند، به بخش دیگر از تورات عمل نمی کردند. لذا الله می فرماید اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء. اینها حق خدا را ندانستند که گفتند خداوند بر بشر هیچی نازل نکرده. ای پیامبر در جواب بگو قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی. بگو چه کسی هست که کتاب را نازل کرد؟ اون کتابی که موسی آورد، یعنی تورات، اون کتابی که نورا و هدی للناس، آن کتابی که نور بود، نور هدایت و هدایت برای مردم، ای هادیا الی الحق، مردم را به سوی حق راهنمایی می کرد. اما شما چی کار کردید؟ به خاطر اغراض نفسانی تجعلونه قراطیس، شما اون را ورق ورق کردید، برگ برگ کردید. به چه معنا؟ به این معنا که بعضی از تورات را عمل کردید، بعضی را عمل نکردید. تبدونها و تخفون کثیرا. اونی که عمل کردی ظاهر کردی، مثلا درباره صدقه هست عمل میکنه، اونی که درباره توحید عمل نمیکنه، اونی که در مورد پیامبر اسلام اون عمل نمیکند. و تخفون کثیرا، بسیاری را شما مخفی کردید. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. و شما تعلیم داده شدید آن چیزی که نمیدانستید، نه شما و نه پدران شما. یعنی در اون کتاب خداوند عزوجل مطالبی برای شما بیان کرده که شما از قبل نمیدانستید. خب ببینید سوال بود قل من انزل الکتاب، اون کتاب را کی نازل کرد؟ اینجا جوابش هست قل الله، ای انزله الله. کی نازل کرد؟ الله نازل کرد. ثم ذرهم فی خوضهم، این جواب را بده
سپس ای پیامبر آنان را بگذار در بازی و بازیچه خودشان یلعبون، مشغول باشند، غافل بمانند. یعنی اونها شب و روز در لهو و لعب غافل بودند، بذار غافل بمانند. و هذا کتاب، اکنون درباره قرآن الله می فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک، این قرآن کتابی هست که ما نازل کردیم، کتاب مبارکی هست. مصدق الذی بین یدیه، تصدیق می کند این کتاب آن کتاب هایی را که جلوتر از اینها هستند. قرآن را چرا خدا نازل کرده؟ ولتنذر ام القرى و من حولها، تاکه به وسیله این بترسانی ام القرى یعنی اهل مکه را و اطراف مکه را. والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به، الله می فرماید آنانی که به آخرت ایمان دارند اونها هم به قرآن ایمان دارند. و هم علی صلاتهم یحافظون، ویژگی دیگری آنها این است که آنها به این بر نمازشان محافظت میکنند، مداومت میکنند. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا، این بازم زجر است بر مشرکین که بر خدا افترا میگفتند، میگفتند خدا چنین چیزی نازل نکرده. یا همچنین زجر است برای مدعیان نبوت، کسانی که ادعای پیغمبری کردند در اون زمان یا در زمانهای بعدی، مثل مسیلمه کذاب. الله می فرماید و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله، افتراء دروغ. او قال اوحی الی، یا اینکه اون انسان میگوید به سوی من وحی شده، در حالی که ولم یوحى الیه شیء، هیچ وحی به سوی او نشده. و همچنین چه انسانی از اون انسان بدبختر، و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، اون انسانی که میگوید ان قریب من نازل میکنم مثل آنچه که خدا نازل کرده. منظور از این نضر ابن حارث بود. نضر ابن حارثی که از سرداران کفر و از دشمنان خطرناک رسول الله بود. هر جا به مردم میگفت ایمان نیاورید و بعد گفت من میتونم مثل این قرآن بیارم، برای شما میارم. همون بود که گفت برای شما میارم، تا امروز خبری نشد. الله عزوجل تخویف اخروی بیان میکند برای این انسانها، اینهایی که ادعای نبوت دروغین میکنند، اینهایی که ادعا میکنند که ما قرآن میاریم، اینهایی که به قرآن رسول الله ایمان نیاوردند. الله می فرماید ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اگر ببینی زمانی که ظالمان یعنی مشرکان کافران در سختی موت هستند، ببینی اون صحنه عجیبی هست. والملائکه باسطوا ایدیهم، در حالی که ملائکه دستهای خودشان را بلند کردند، دراز کردند به سوی اونها. ملائکه به اونها چی میگن؟ اخرجوا انفسکم، تحویل بدید، بیرون کنید نفستان را، یعنی روحتان را در بیارید. ملائکه با خشونت با تندروی روحشون را میگیرند. الیوم تجزون عذاب الهون، الله می فرماید امروز پاداش داده می شوید عذاب ذلت بار. چرا؟ بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به سبب آنکه شما می گفتید بر خداوند غیر حق را. و کنتم عن آیاته تستکبرون، این دلیل عذاب است. چون که دلیل اول بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، بر خدا افترا می گفتید، غیر حق می گفتید. و دلیل دوم این که از آیات خدا تکبر می کردید. لذا عذاب بچشید. ملائکه به اونها میگن بریم به طرف عذاب، روحشان را قبض میکنند، میبرند اونها را در عالم برزخ میبرند. بعدا روز قیامت پیش خدا می آیند. الله می فرماید ولقد جئتمونا فرادا کما خولناکم اول مره، شما پیش ما فرادا می آیید، یعنی تک تنها، همان گونه که روز اول شما را پیدا کردم. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، و می گذارید هرچی ما به شما دادیم پشت سر در دنیا،
باغتون میمانه، مغازهتون میمانه، کاختون میمانه، هر چی که ما به شما دادیم پشت سر میگذارید. لشکرتون، خدمتون، حشمتون همه میمانن تک و تنها. حتی بعضی گفتن فرادا یعنی عریان، لخت، بدون لباس می آین پیش خدای عزوجل. از رسول الله پرسیدن یا رسول الله اون وقت که همه بی لباس باشند، عایشه رضی الله عنها پرسید خدای عزوجل که اینها را بی ستر بکند، بی لباس بکند، در میان اینها مرد هست، زن هست، عورت همدیگر را نمی بینند، بدن همدیگر را نمی بینند؟ رسول الله فرمود چنان وحشتی اونجا غالب است که همه چشمها خیره به آسمان است، هیچ کس از اطراف خودش خبر نداره، چه برسد به اطراف خودش نگاه کند. الله می فرماید اونجا شما می آیید و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، آنچه که ما به شما دادیم شما آن را می گذارید پشت سر. و ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، نمی بینیم با شما شفیعان و سفارشان که شما گفتی سفارش ما می کنند، آنانی که می پنداشتید که آنان فیکم شرکا، فیکم یعنی فی عبادتکم، در عبادت شما شریکند، باید اونها را هم عبادت کنید. الله می فرماید لقد تقطع بینکم، امروز بین شما قطع رابطه میشه، همه روابط چی میشه؟ قطع میشه. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و گم میشود اون چیزی که شما فکر میکردید. چی فکر میکردن؟ که خدایان روز قیامت شفاعت ما میکنه اگر قیامتی باشد. لذا الله میفرماید اون فکر شما باطل میشه، ضل عنکم، اون باطل میشه، گم میشه. ان الله فالق الحب والنوى، باز هم دلیل عقلی در پایان تا آخر، تقریبا دلائل عقلی تا آخر این جز میخوانیم. الله می فرماید ان الله فالق الحب والنوى، الله فالق هست. فالق به معنی کسی که بشکافت چیزی را، شکافنده، شکافنده حب. حب بذری را میگن، دانه را میگن که شما در زمین میاندازید. و نوا خسته خرما را میگن. خداوند همین بذر را، همین خسته خرما را میشکافت، از او بوته‌ای، از او جوانه‌ای میروید، سبز میشود. این کی بود که او را زنده کرد؟ الله. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زنده می کند، بیرون می کند زنده را از مرده، زنده را از مرده. گفتیم مصداقهای زیادی داره، مثل اینکه انسان زنده را از نطفه مرده، مرغ زنده را از تخم مرغ زنده، یا مؤمن را که زنده هست از کافر که چیه؟ مرده هست. و مخرج المیت من الحی، همه این صورت ها را برعکس، بیرون می کند میت را از حی. ذالکم الله، این ذاتی که این قدرت را دارد الله هست. فانا تؤفکون، به کدام سمت و سو شما برگردانده می شوید؟ فالق الاصباح، الله آن ذاتی است که شکافنده صبح است، یعنی به وسیله صبح در وسط شب شکاف ایجاد میشه. و جعل اللیل سکنا، الله شب را برای شما موجب آرامش قرار داد. و الشمس والقمر و حسبانا، و خورشید را و ماه را موجب حساب و وسیله حساب. ذلك تقدیر العزیز العلیم، این اندازه اون ذاتی هست که عزیز و علیم است، غالب هست و داننده هست. هو الذی جعل لكم النجوم، الله می فرماید الله آن ذاتی هست که قرار داد برای شما ستاره ها را، لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تاکه راهنمایی بشوید به وسیله این ستاره ها در تاریکی بر و بحر. ببینید خیلی از مردم هستند که راه را گم میکنند،
به وسیله ستاره ها شمال و جنوب را تشخیص میدهند. خب مردم قدیم بیشتر وارد بودند، امروز کمتر. اما در دریا امروزه هم خیلی وقت میشه که ملوانان، ناخدایان، کشتیرانان میروند در وسط دریا، بعد از اون راه را نمیدونند، راهدارهای اونها کار نمی کند، ماهوارهای اونها کار نمی کند، اونها از روی ستاره تشخیص میدهند، جهت خودشون را میگیرند. ستاره همیشه هدایتگر و راهنما هست برای انسان ها. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ما این دلائل را مفصلا بیان کردیم برای قومی که اونها استفاده کنند، بدانند. وهو الذی انشأکم من نفس واحده، الله آن ذاتی است که شما را ایجاد کرد از یک نفس واحده. فمستقر و مستودع، شما جای قرار و جای ودیعت، برای شما جای قرار هست و جای ودیعت هست. مستقر و مستودع چند تفسیر کردن، بعضی گفتن مستقر یعنی فی الارحام و مستودع فی الاصلاب، یعنی این نطفه که استقرار میابد در رحم و قبل از اون به صورت مستودع و امانت هست فی الاصلاب، در کمر پدر. پس در رحم ها مستقر هستید و در اصلاب و کمرها چی هستید؟ مستودع هستید. بعضی برعکس گفتند، مستقر در اصلاب هست و مستودع چند روز ودیعت و امانت گذاشته میشه در چی؟ در رحم. شیخ رحمه الله میفرماید مستقر دنیا هست و مستودع آخرت هست که اونجا سپرده میشوید. بعد در دنیا چند روز قرار دارید، بعدا سپرده میشوید به جهان آخرت. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، الله میفرماید آیات را مفصلا بیان کردیم برای قومی که اونها بفهمند، درک کنند. و هو الذی انزل من السماء ماء، باز تفصیل الله تعالی تفصیل این دلائل را بیان می فرماید که چگونه الله عزوجل به شما رزق و روزی میده. و هو الذی انزل من السماء ماء، الله آن ذاتی هست که نازل کرده از آسمان آب. فاخرجنا به نبات كل شيء، این تشریح فالق الحب است. الان خواندی ان الله فالق الحب و النوى، خداوند دانه را می شکافد، خسته خرما را می شکافد، این تشریحش هست. فاخرجنا به نبات كل شيء، الله ابتداء آب نازل می کند و به وسیله اون سبزی هر چیز را از زمین می رویاند. فاخرجنا منه خضرا، الله می فرماید که ما بیرون کردیم، در آوردیم از آن سرسبزی. نخرج منه حبا متراکبا، سبزیجات و همچنین ما خارج می کنیم از آن دانه های متراکب، بر هم دیگه سوار. می بینید یک خوشه هست، هزاران دانه بر هم دیگه متراکب است. و من النخل من طلعها قنوان دانیه، این تشریح النوا هست. فالق الحب و النوا، خدا خسته خرما را هم چی می کند؟ می شکافت، از وسطش جوانه کوچکی در میاد، آخر تبدیل به نخل میشه. و من النخل من طلعها قنوان دانیه، از خوشه از طلع آن، طلع میگویند همون کیسه‌ای به اصطلاح که دارد، از آن قنوان دانیه، خوشه خرمایی که نزدیک شما قرار میگیرد، آویزان میشه. و جنات من اعناب، به سبب همین باران، به سبب همین آب الله درست میکنه برای شما باغاتی از انگور و زیتون و زیتون و رمان و انار، مشتبها و غیر متشابه، بعضی از اونها با هم شبیه هم بعضی هیچ شباهتی ندارن.
شباهت هم از نظر رنگ هم از نظر طعم. گاهی انسان تعجب میکنه سبحان الله، زمین یکی هست، آب یکی هست، درختم یکی هست، اینم اناره اونم اناره، با 5 متر فاصله. این شیرین است اون ترش است. لذا الله میفرماید مشتبها و غیر متشابه، اینها مشتبه هستند و غیر متشابه هستند، بعضی ها شبیه هم بعضی ها شباهت ندارند، هم از نظر رنگ هم از نظر طعم. انظروا الى ثمره اذا اثمر و ینعه، الله می فرماید نگاه کنید به میوه‌ای که الله به شما میدهد. اذا اثمر، وقتی که میوه میدهد، و ینعه، وقتی که میرسد. ینع پختگی میوه را میگن، رسیدن میوه را میگویند. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، الله میفرماید در همه این تفصیل، در همه این تفسیر و تفصیل آیات هست، دلائل هست برای قومی که ایمان به خدا داشته باشند، نه برای منکران. خدا این همه نعمت را داده، اما اکنون شکوه و زجر بر انسان، سرزنش بر انسان. انسان ناسپاس بجای سپاسگزاری، بجای عبادت و سجده، غیر خدا را برای خودش معبود و خدا و همه کار گرفته. و جعلوا لله شرکاء الجن، اما انسان ناشاکر قرار داده برای الله شرکاء الجن، شریکانی از جنات. چون جنات حلول میکنند در بتها، در سنگها، در درختها، در آستانها، اونجا با مردم صحبت میکنند، گفتگو میکنند، یا در جنگل کسانی میروند میترسانند و بعدا وادار میکنند که شرک کنند، میگویند ما را صدا بزنید، از ما استمداد کنید. الله میفرماید در حالی که و خلقهم، الله آنها را آفریده، و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، اما انسان ناسپاس تراشید برای خدا پسران و دخترانی، مثل مسیحیان که عیسی را ابن الله گفتند، مثل یهودیان که عزیر را ابن الله گفتند، مثل مشرکان مکه که ملائکه را بنات الله گفتند. الله می فرماید این انسان ها چقدر بی انصافند که برای الله دختر و پسر درست کردند و تراشیدند. سبحانه، اون ذات پاک است، از فرزند پاک است، از عیب پاک است، از شریف پاک است. و تعالی عما یصفون، و الله برتر و بالاتر است از اون چیزی که اینها توصیف میکنن برای خدا بیان میکنن. بدیع السماوات والارض. خب این زجر و توبیخ بود. بعد از زجر و توبیخ اکنون الله عزوجل دلائل توحید را بیان میفرماید. الله میفرماید بدیع السماوات والارض، الله آن ذاتی هست که آفریننده و خالق آسمان ها و زمین است، اون ذاتی که آسمان ها و زمین را پیدا کند. انا یکون له ولد، چگونه برای او فرزندی میتواند وجود داشته باشد در حالی که ولم تکن له صاحبه، برای اون همسر وجود ندارد. اینا همه مخلوق خدا هستند. خداوند نه اینکه اینها را خلق فرموده، آسمان و زمین را آفریده. لذا چطور مخلوق خدا میاد فرزند خدا میشه؟ و خلق کل شیء، الله هر چیز را آفرید، هر چیز را آفرید، پس اینا مخلوقند. و هو بكل شیء علیم، و او به هر چیز علیم است. قبلا خدمت شما عرض کردم که دو چیز از صفات بارز الوهیت هستند، یکی قدرت و تصرف، دوم علم کامل. لذا اینجا هست و خلق کل شیء، هر چیز را خالق او هست، مدبر و متصرف او هست. دوم و هو بكل شیء علیم، هر چیز را داننده هم او هست. پس وقتی که این صفات مالی او هست، معبود و خدا هم او هست، بغیر از او کسی نیست. فاعبدوا،
ذالکم الله ربکم، این نتیجه دلائل. 4 تا دلیل اینجا شما خواندید. 1 بدیع السماوات والارض، خداوند آفریننده آسمان ها و زمین است. 2 انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، از کجا میتونه فرزند داشته باشه در حالی که همسر ندارد. 3 و خلق کل شیء، هر چیز را او آفریده. چطور مخلوق میاد زنش میشه فرزندش میشه؟ 4 و هو بكل شیء علیم، به هر چیز او عالم است، او میداند شما نمیدانید. پس از این 4 تا دلیل چه نتیجه گرفتیم؟ بنویسید ثمره و نتیجه دلائل 4 گانه. ذالکم الله ربکم، این الله هست، این که این ویژگی ها دارد، این صفات را دارد، این از الله، اللهی که رب شماست. پس از این صفات و از این دلائل ثابت شد که لا اله الا هو، هیچ معبود لایق پرستش نیست، هیچ معبود لایق عبادت نیست بغیر از او. خالق کل شیء، خالق هر چیز او هست. فاعبدوه، این نتیجه. پس او را عبادت کنید، پس او را پرستش کنید، غیر از او پرستش نکنید. و هو علی کل شیء وکیل، و او بر هر چیز وکیل است، یعنی محافظ است، مراقب است، هر چیز در اختیار او هست. لا تدرکه الابصار، دیگه از خصوصیات و صفات الله، ابصار و چشمها او را درک نمی کنند. و هو یدرک الابصار، اما خدا همه چشمها را و همه مخلوقات را می بیند. و هو اللطیف الخبیر، اون ذات لطیفی هست و ذات خبیری هست. ببینید لطیف یک معنایش اینه که به دقایق خبر دارد، ظرافتها را میداند. اللطیف ای العالم بدقائق الامور، کسی که به امور دقیقه و امور ظریف عالم باشد و مشکلاتها، از مشکلات بداند. و الخبیر یعنی العلیم بظاهر الاشیاء، اونی که به ظاهر چیزها خبر داشته باشد. اما بعضی دیگه معتقدند که لا تدرک الابصار، این به اون مربوط است، او را چشمها نمی بینند، چون که و هو اللطیف، اون لطافت دارد، یعنی ذاتی است که لطافت دارد. چیزی که لطافت داشته باشد، ظرافت داشته باشد، دیده نمیشه. و هو یدرک الابصار، او همه چیز را می بیند، چون که و هو الخبیر، اون خبر دارد، از هر چیز خبر دارد. لذا این دلائل هست. بعد از دلائل الله می فرماید این دلائل توحید آمدند، اکنون دیگه عذری ندارید، باید که بپذیرید. الله می فرماید قد جاءکم بصائر من ربکم، همانا بصائر، بصائر بنویسید دلائل توحید، اون چیزهایی که موجب چی می شود؟ بصیرت میشه، موجب باز شدن چشم شما میشه، حقیقت را ببینید. دلائل دیگه قد جاءکم بصائر من ربکم، آنچه که موجب بصیرت و موجب روشنی چشم هست آمد. فمن ابصر فلنفسه، از این به بعد هر کسی چشمش را باز کند یعنی دلائل را ببیند، به نفع خودش هست. و من عمی، هر کسی که نابینا بشه یعنی نبیند، به ضد و عناد بماند، فعلیها، بازم به ضرر خودش. و ما انا علیکم بحفیظ، من پیغمبر بر شما نگهبان نیستم، من فقط مبلغم، من رساننده هستم. و کذالک نصرف الآیات، این گونه ما بار بار برمیگردانیم آیات را. ولیقول، این ولیقول علت نیست، لام لام عاقبت هست، یعنی عاقبت این خواهد بود، نهایت و آخر الامر این خواهد بود که آنها میگویند درسته، تو اینها را یاد گرفتی. ولنبینه لقوم یعلمون، اون مشرکان که میگن تو یاد گرفتی ولی
فلسفه دیگه اینه که اینها را بیان میکنیم برای قومی که میدانند، یعنی مستفیدین، قومی که از قرآن بهره میگیرند. اما اکنون دلیل وحی، ای پیغمبر تو به تبلیغت ادامه بده، تو مایوس نباش. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کن آنچه که وحی میشه به سوی تو از جانب ربت. لا اله الا هو، هیچ معبودی بغیر از او نیست. و اعرض عن المشرکین، از مشرکان اعراض کن، از مشرکان روگردانی کن. اما دلیل اعراض چیه؟ چرا پیغمبر باید از مشرکان اعراض کند؟ الله میفرماید ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست اینا شرک نمیکردند. سوال و جواب را دیروز خواندیم. پس خدا نخواست، چرا؟ ولی اون خواست جبری را خدا نخواست، ایمان اجباری را. اگر خدا میخواست اینا را مجبور میکرد ایمان بیاورند، اما خدا اون کار را نکرد. گفتیم جوابش در آیه دیگه هست ولکن لیبلوکم ولکن لیبلوهم. خدا میخواد اونا را امتحان بکند که آیا ایمان با خوشی خودشون میارند یا نه. و ما جعلناک علیهم حفیظا، باز هم ما تو را ای پیغمبر به عنوان نگهبان نفرستادیم. و ما انت علیهم بوکیل، تو ضامن اونها هم نیستی، فردا از تو سوال بکنیم نخیر. ولا تسب الذین، اما باز می‌دارد از اینکه به صورت مشاتمه با کفار صحبت بشه، یعنی سب و شتم. ببینید سب و شتم چیزی هست که خداوند نمیپسندد، حتی برای دشمنان خودش نمیپسندد. اینا دشمنان خدا هستند، مشرکان و معبودان باطله که اونها قرار دادند، اونها برای خدا پشیزی هم ارزش ندارند. خداوند در قرآن تشبیه به مگس داده، تشبیه به عرض کنم که عنکبوت داده، تشبیه به پشه داده، یعنی برای خدا ارزشی ندارند. ولی با وجودی که ارزشی ندارند، خدا میفرماید دشنامشون ندید، چون دشنام دادن موجب میشه که اونها خدا را دشنام بدند. این خوب نیست، این درست نیست. پس ببینید وقتی که دین ما دینی هست که در دین ما سب و شتم نیست، به آلهه باطل، به خدایان باطل نیست، چه برسد به بقیه انسانهای نیک و صالح. متاسفانه بعضی ها سب و شتم را، دشنام دادن را مذهب میدانند و میگن لازم هست. کسی را در مکاتبه برای کسی نوشتم که نباید ما به کسی بد بگیم. هر کسی بد بوده جواب خدایش را خودش میده. نباید ما به کسی بد بگیم، نباید ما کسی را، بالخصوص کسانی که محسن ما بودند، کسانی که بر ما احسان کردند، موجب ایمان ما شدند، موجب نور در قلوب ما شدند، اصحاب و یاران پیامبر که از همه چیز گذشتند، نباید سب و شتم بکنیم. اون بنده خدا نوشت به ما گفته شده که اگر شما به مشکلی مواجه شدید فلان فرد را لعن و نفرین کنید، موجب مشکلتون حل میشه. اینقدر مردم را به تاریکی راهنمایی کردن، به سوی تاریکی فراخواندن. مگر دین سب و شتم است؟ دین اسلام دین رحمت است، دین محبت است، دین اخلاق هست، اخلاق مداری هست، نه سب و شتم. لذا اینهایی که میخواهند دین را تبلیغ بکنند ولو با سب و شتم، اینها بر روش نبی ما، پیغمبر ما نیستند. روش پیغمبر ما ناصحانه هست،
خیرخواهانه هست. بالحکمت والموعظة الحسنه روش قرآنی است. ادعو الى ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، با موعظه حسنه. نباید به طرف ولو این که مخالف ما هست، خصم ما هست، مسیحی یهودیه، نباید به او توهین بکنیم، به مقدساتش توهین بکنیم، نباید به صورت مناظرانه، کوبنده، زننده او را متنفر بکنیم، سعی بکنیم پشتش را به زمین بزنیم، سعی بکنیم شکستش بدیم، سعی کنیم رسوایش بکنیم، خجلش بکنیم. این موجب ضد و عناد بیشتر میشه. باید خیرخواهی باشد. دیروز خواندیم هر پیغمبری میگه انما انا لکم ناصح، من خیرخواهم. باید دعوتگران که جانشینان پیامبرانند باید ناصح باشند، خیرخواه باشند. ببینید خداوند اینجا میفرماید مشرکان نه، بلکه خدایان باطل مشرکان را شما سب نکنید، دشنام ندید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شما دشنام ندهید آنانی را که یدعون من دون الله، غیر از خدا میخوانند. اینجا دو تفسیر است البته، یکی خود مشرکان هستند که غیر از خدا میخوانند، اما یکی هست که اینجا هم مقدر است، الذين يدعونهم، یعنی اون بتانی را که اینها اونها را میخوانند. این درستر است، چون اونها مقابله به مثل میکنند. فیسب الله عدوا بغیر علم، فیسب الله عدوا بغیر علم، پس آنها دشنام میدهند به خداوند عدوا، از روی عداوت، ندانسته، جاهلانه. ببینید اینجا سوالی هست. اون سوال اینه که ما قبلا خواندیم، در مقدمه خواندیم که مشرکان خدا را قبول داشتند، از خدا هم می ترسیدند. در همین قرآن خواندیم که در مصائب بزرگ گاهی اونها از خدا استمداد می کردند، از خدایان باطل خودشون نمی کردند، ذات حق را قبول داشتند. چطور ممکنه اونها که خدا را قبول دارند خدا را دشنام بدهند؟ ببینید جوابش اینه که دشنام دادن اونها، بد گفتن اونها نسبت به ذات باری تعالی عز اسمه نیست، بلکه به دلیل اینکه ما اونها را به ضد و به عصبانیت وادار کرده میشه. گاهی اونها بر عصبیت می آیند، در حالت غیظ و غضب این کار را می کنند. چنانچه مسلمان هم گاهی این کار را می کند. گاهی مسلمان هم عصبانی میشه در حالی که مسلمان خدا را قبول داره ولی کلمه کفر به زبان میره، علیه بالله به خدا بد و بیراه میگوید. پس شما موجب نباشید که کفار را به خشم بیارید. معنیش اینه به مقدسات اونها چنان توهین کنید، چنان تحقیر کنید که اونها هرچی به زبانشون هست از بس که عصبانی بشند به زبانشون هست به شما بگویند. اینجا آلوسی گفته ولا اشکال، اینجا اشکال و سؤالی ایجاد نمیشه. چرا؟ بناء على ان الغضب والغیظ قد يحملهم على ذلك، چون که غضب و غیظ اونها را بر این چیز وادار میکنند. الا ترى على ان المسلم قد تحمله شدت غیظه على التکلم بالکفر، میفهمن نمیبینی گاهی مسلمان وقتی که شدت و غیظ بر او فشار می آورد او کلمه کفر بر زبان می آورد. لذا الله می فرماید كذلك زینا لكل امة عملهم، این چنین ما برای هر امتی مزین کردیم عملش را. عمل شرکی انجام میده، عمل کفری. ثم الى ربهم مرجعهم، سپس به سوی پروردگار رجوع آنهاست. فینبئهم بما كانوا یعملون، الله آنها را خبر میده به آنچه که عمل کردند. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، الله می فرماید این زجر است، توبیخ است. آنان سوگند خوردن به الله جهد ایمانهم، سوگند غلیظ،
سوگندی که توش مبالغه باشد. نهایت قسم چی گفتند؟ لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها. آنها سوگند خوردند که اگر پیش آنان آیه بیاوری، آیه مطلوبه، آیه که اونها میخواند، حتما ایمان میآورن به آن آیه. ای پیغمبر اعلام کن قل انما الآیات عند الله، اعلان کن جز این نیست که آیات نزد الله هستند. یعنی معجزه‌ای که شما میخواهید معجزه دست من نیست، دست خداست. و بعضم خدا میفرماید و ما یشعرکم، شما چه خبر دارید ای مسلمانان، انها اذا جاءت لا یؤمنون، اون آیه وقتی که بیاد ایمان نمی آورند. ببین اینجا خطاب به صحابه شد، به مسلمانان شد. چرا؟ چون که همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم آرزو داشتند که معجزه بیاد که اونا ایمان بیاورند، صحابه هم همین آرزو را داشتند، همین تمنا را داشتند. گاهی مطرح میکردند کاش خدای عزوجل از معجزاتی که اینها میخواهند یکی را ظاهر میکرد تا اینها ایمان میآوردند. لذا خدای عزوجل به صحابه میگه و ما یشعرکم، شما چه خبر دارید؟ چنانچه امام رازی گفته حاصل الکلام ان القوم طلبوا من الرسول معجزات قومه، قوم از پیغمبر معجزات قوم را خواستند، ببخشید معجزات قویه. و حلفوا، سوگند خورده انها لو ظهرت لآمنوا، اگر این معجزه ای که ما میگیم ظاهر بشه ما ایمان میآوریم. فبین الله تعالی و انهم و ان حلفوا علی ذلك، خدا بیان کرد اینا گرچه قسم خوردند الا انه تعالی عالم، خدا میداند بانها لو ظهرت لم یؤمنوا، اگر معجزه ظاهر بشه اونها ایمان نمی آورند. و ما یشعرکم استفهام تعجبی هست، خبرداری یعنی عجیب است. انها اذا جاءت لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. چرا؟ علت اینه و نقلب افئدتهم و ابصارهم، علت اینه که ما دلهای اونها را برگرداندیم و چشمای اونها را، دلهای اونها را بنویسه از قصد طلب حق، هیچ وقت برای طلب حق اراده هم نمی کنند. چشمهای اونها را از دیدن حق، اونها حق را نمی بینند. کما لم یؤمنوا به اول مره، این علت تقلیب است. چون که ایمان نیاوردند روز اول، از روز اول ایمان نیاوردند و همش جدل کردند، همش بحث کردند، همش عناد از خود نشان دادند. و نذرهم فی طغیانهم یعمهون، این تشریح تقلیب است، این تقلیب معنوی است. چطور ما دلهاشون را برمیگردانیم؟ الله میفرماید آنها را میگذاریم در سرکشی خودشان، یعمهون سرگردان بشند، یعنی سرگردان میمانند، ایمان نمی آورند. صدق الله العظیم.